پول رو با دارچین جذب کن و توانایی رو به زندگی خودت بیار. آیا تا به حال در مورد جذب ثروت با دارچین چیزی شنیدی؟ پس تا پایان این ویدیو همراه من باش تا اطلاعات لازم رو بهتون بدم. سلام و درود میگم خدمت همه دوستای گلم. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و سلامت باشه. تو باید در اول هر ماه امتحان کنی تا اتفاقات خوبی در زندگیت بیفته و هر کسی که احساس کنه نیاز به تغییر در زندگی خودش داره میتونه از اون استفاده کنه. دارچین در واقع بهت کمک میکنه تا مسیرهای بهبود مالی رو باز کنی. 4 مرحله برای جذب پول با دارچین، ادویه قدرتمند برای رایحه، عطر و طعم خاصیت درمانی و عرفانی وجود داره. توسط افراد مختلف به روش‌های مختلفی استفاده میشه. طب سنتی در هند از ادویه دارچین برای درمان چندین مسئله بهداشتی استفاده میکنه. در رایحه درمانی از دارچین برای عملکردهای ضد عفونی کننده و تحریک کننده آن در درمانهای مختلف استفاده میشه. چای دارچین به عنوان یک درمان طبیعی برای اهداف مختلف عمل میکنه و در واقع خوشمزه است. این ادویه همچنین دارای برخی قدرت‌های عرفانی مربوط به سعادت، موفقیت و عشق هستش. دارچین رو اولین روز هر ماه کف منزل خودتون بپاشید تا گرد و غبار دارچین و باد همه جا رو پر از انرژی کنه. بذار پودر دارچین حداقل 24 ساعت روی زمین بمونه. سپس میتونی اون رو به طور معمولی جاربرقی بزنی. اکنون تنها کاری که باید انجام بدی اینه که منتظر نتایج بمونی و باور داشته باشی که پول و ثروت به سمت تو سرازیر میشه. این عمل با دارچین رو در اولین روز هر ماه انجام بده و به این باور داشته باش. پول با دارچین و نمک درشت جذب کنید. اگر میخوای انرژی قوی تری داشته باشی توصیه میکنم دارچین و نمک درشت باشه. ترکیبی قدرتمند برای شکوفایی. نمک درشت استفاده شده به همراه دارچین قدرت بسیار قوی داره. این نمک در طول سالها برای دفع انرژی‌های بد از محیط اطراف استفاده شده. در کامنت ها برام بنویسید. منتظر نظرات خوبتون هستم. اگر تا به حال کانال من رو دنبال نکردید حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از این به بعد ویدیوهای جدید من رو ببینید. در پایان شکرگزاری روزانه. الهی شکرگزار این زندگی هستم که به من بخشیدی به خاطر همه چیزش. تو را شکر بابت آدم‌هایی که معلم من بودند. تو را شکر بابت درس‌هایی که زندگی به من ارزانی داشته و تو را شکر برای عشقی که می‌گیرم، می‌بخشم و می‌پراکنم. الهی شکرت. آمین.